به یاد همیشه زنده رفیق غلام کشاورز از چهره‌های برجسته جنبش کمونیستی ایران. 4 شهریور ماه سال روز جان باختن رفیق غلام کشاورز است. 32 سال پیش در شبانگاه 4 شهریور ماه سال 1368 رفیق بهمن جوادی با نام مستعار غلام کشاورز از چهره‌های برجسته و سرشناس جنبش کمونیستی ایران که برای دیدار بستگانش به قبرس رفته بود، در شهر لارانکا مورد سوء قصد مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت. در جریان این ترور جنایتکارانه یکی از بستگان رفیق غلام نیز به شدت مجروح شد. جان باختن رفیق غلام کشاورز تأثیر عمیقی بر دلها نشاند و همه مبارزان و انقلابیون کمونیست و آزادیخواهانی که وی را از نزدیک می شناختند را اندوهگین ساخت. جان باختن این رفیق بیش از همه دل یاران و همسنگرانش را به درد آورد، زیرا وی کادری لایق و توانا، رفیقی دلسوز و فداکار و انسانی شریف و صمیمی بود. رفیق غلام کشاورز از پیشروان مبارزه کمونیستی در ایران بود. او با سالها مبارزه انقلابی با مقاومت در سیاهچالهای رژیم پهلوی، با فعالیت در میان کارگران و با مبارزه قاطع علیه آرا و عقاید بورژوازی پیشاپیش صف مبارزه کمونیستی ایران گام برمی داشت. از انقلابیون با سابقه، از چهره‌های شناخته شده مقاومت در زندان‌های رژیم شاه، از اولین کادرهای سازمان اتحاد مبارزان کمونیست و سپس یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران و از کادرهای برجسته این حزب بود که طی دوره فعالیت خود در حزب کمونیست مسئولیت‌های متعددی از جمله عضویت در کمیته مرکزی را بر عهده داشت. سراسر زندگی کوتاه این رفیق مملو از مبارزه و تلاش در راه آرمان‌های کمونیستی بود. رفیق غلام از سالهای قبل از انقلاب بهمن 57 به مبارزه سیاسی روی آورده بود. در دوران قیام بهمن و سپس علیه جمهوری اسلامی در همه مبارزات پرشور و فعال حضور داشت. در 32مین سالگرد جان باختن رفیق غلام کشاورز با تجدید پیمان وفاداری با آرمان‌های کمونیستی و رهایی بخش او یاد همیشه جاویدش را گرامی می‌داریم.